Hugh Fraser, Philip Jackson, Pauline Moran. برای آشپز گم شده. شوهری بدون دلیل خودکشی کرده. این چطوره؟ جالب نیست. کارمند بانک بلگراویا با مبلغ زیادی از پولهای بانک فرار کرده. این مبلغ زیاد چقدره؟ 90,000 پوند. جالب نیست. مهمترین گروگانها رو با این پول میشه آزاد این کرد. مهمترین که میگی اگه رئیس جمهور باشه اون وقت برای پوارو جالب میشه. ماشین نویس 21 ساله ناپدید شده. آیا او کجاست؟ جالب نیست. این ماجراها جالبن پوارو. خودکشی مرموز، کارمند فراری بانک، ماشین نویس 21 هیچ کدوم از اونا توجه منو جلب نمیکنن مونمی. من خودم کارهای مهمتری دارم که باید انجام بدم. مثلا رسیدگی به لباسام هستینگز. اگه اشتباه نکنم روی لباس خاکستری من یک لکه چربی هست. تو متوجه اون نشدی؟ نه. خب تو متوجه نشدی چون فقط یک لکه است، ولی همون کافیه که منو ناراحت کنه. البته پالتوی زمستونیم هم هست که باید بهش نفتالین بزنم و بذارمش کنار. فکر میکنم فکر میکنم که موقع اصلاح کردن سبیلم هم شده و این کارا وقت میخواد هستی. خانمی با شما کار دارن آقای پوارو. یه خانم؟ برای مشورت اومده. اسمش خانم تاده. اگه کارش از لحاظ ملی اهمیتی نداشته باشه من قبول نمی کنم. میخواین ازش سوال کنم آقای پوارو؟ نه 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 خانم لیمون، بگین بیا تو. ما خودمون دربارش قضاوت میکنیم، درسته؟ بله. خانم تاد، فکر نمی کنم کار اون ارزش ملی داشته باشه. راستی من خانمی به اسم جونز میشناختم که سگی شکاری تربیت کرد. خب هیچی، همین. آدم عجیبی بود. خانم تاد قربان. متشکرم خانم. شما آقای پوارو هستین؟ من هرکول پوارو هستم. بله مدام. شما اصلا اونطوری که من فکر میکردم نیستین. پول اون چند صد روزنامه رو که نوشته شما کاراگاه ورزیده‌ای هستین شما دادین یا اینکه خودشون نوشتن؟ مدام باید ببخشین ولی شما میدونین این روزا روزنامه ها چقدر مبالغه میکنن. قصد توهین نداشتم آقای پوارو. الان بهتون میگم چه کاری میخوام برام بکنیم. میخواستم آشپزمو پیدا کنیم. به عقیده من شما دارید اشتباه میکنید مدام. هرکول پوارو یک کارگاه خصوصیه. اینو میدونم. مگه همین الان نگفتم که میخوام شما آشپزمو برام پیدا کنی؟ روز چهارشنبه از منزل خارج شده، البته بدون اجازه و تا حالا هم برنگشته. متاسفم مدام، ولی باید بهتون بگم من از اینجور کارا قبول نمی کنم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. که اینطور؟ بله؟ خیلی مغرورین ها؟ فقط کارهای سری دولتی و پیدا کردن جواهرات کنتسا رو میپذیرین. بذارین یه چیزی رو بهتون بگم آقای پوارو از خود راضی مغرور. یه آشپز خوب خیلی ارزش داره. من از گم شدنش همونقدر ناراحتم که یه خانم ثروتمند از سرقت جواهراتش ناراحت میشه. مادام شما راست میگید و من متاسفانه در اشتباهم. تذکرات شما منصفانه و هوشمندانه است. این قضیه برای ما تازگی داره هستینگز. تا به حال برای پیدا کردن یک خدمتکار فعالیت نکردیم. در واقع این مسئله اهمیت اجتماعی و ملی داره. مادام
ممکنه بفرمایید شما کجا زندگی میکنید؟ شماره 88 خیابان پرنس آلبرت کلبم. گفتید این آشپز که براتون حکم جواهر داره روز چهارشنبه از منزل خارج شده؟ بله و روز مرخصیش هم بود. یعنی پری روز. شما فکر نمی کنید مدام که ممکنه تصادف کرده باشه؟ از بیمارستان سوال نکردید؟ اتفاقا این فکر دیروز به خاطرم رسید، ولی امروز صبح یه نفر رو فرستاد که صندوقشو ببره. کدوم صندوق؟ صندوق خودشو. منظور جامدان چمدونش. ممکنه از خصوصیاتش برام بگید؟ اون خانم قابل احترامیه. قبلا 10 سال در منزل دیگه کار میکرده، میان ساله، با موهای خاکستری و لاغر. اسمش چیه؟ دان، ایلایزا دان. کلاب هم اینجاست، فضای سبز. جالبه. روز چهارشنبه با اون مشاجره ای نداشتی؟ نه، همینم غیبت اونو برام تعجب آور کرده. شما چند تا خدمتکار داریم؟ 2 تا. خانم دان و مستخدمه دیگه به اسم آنی. بله اینجاست. شماره 88. همینجا نگه داریم. هستین دوست من یه چیزی رو به من قول بده. چه قولی بدم؟ که هرگز، تأکید میکنم، هرگز سربازگاه چپ متوجه نشه که من این کار رو قبول کردم. مطمئن باش بابا. آنی، این آقا کاراگاه هستن. ایشون میخوان چند سوال از تو بکنن. Here we are, sir. Voyons, mademoiselle Annie. Sit yourself. Thank you, sir. All that you shall tell us will be of the greatest importance, Annie. You alone can shed any light on the case. Without you, I can do nothing. Oh, sir, I'm sure I'll tell you anything I can, sir. That is good. Now, قبل از هر چیز میخوام نظر خودتو بدونم. در برخورد با تو آدم فوراً متوجه میشه که دختر فوق‌العاده باهوشی هستی. این ماجرا خیلی عجیبه، نه؟ درباره ناپدید شدن الایزا چه توضیحی داری بدی؟ آدم روباها آقا. من همیشه اینو گفتم آقا، ولی هیچ کس به حرفم گوش نکرد. آشپز خانم همیشه در مورد اونا به من هشدار میداد. میگفت هیچ وقت چیزی رو که بهت میدن بو نکن و شیرینی هم که بهت میدن نخور، حتی اگه طرف به نظرت آدم حسابی بیاد. این چیزیه که ما دربارش فکر نکرده بودیم استیز. درسته، واقعا درسته. با این وجود کسی رو برای بردن چمدونش میفرستن؟ چی گفتین آقا؟ از قرار خانم دان فرستاده که صندوقشو ببرن. اگه اون واقعا به وسیله آدم رو باها رو بوده شده باشه، کسی رو میفرسته که چمدونشو ببرن. من نمیدونم چی بگم آقا. به هر حال اون احتیاج به وسایل شخصیش داره. لابد خواسته که چمدونش رو بهش برسونن. کی اومد چمدانشو تحویل بگیره؟ شرکت حمل و نقل آقا، مؤسسه کارتر پترسون. تو براشون بسته بندی کردی؟ نه آقا، قبلا بسته بندی و تناپیچ شده بود. این جالبه. نتیجه میگیریم که روز چهارشنبه وقتی از منزل خارج شده تصمیم گرفته بوده که دیگه به منزل بر نگرده. تو اینطور فکر نمی کنی؟ این اصلا به فکرم نرسیده آقا. حالا به من بگو آنی، آخرین حرفی که الایزا قبل از ترک منزل به تو زد چی بود؟ یادت میاد؟ اون گفت اگه بعد از غذا خوردن آقا و خانم چیزی از سبزی پخته ها یا میوه و دسر زیاد اومد، شب اونو با سیب زمینی پخته میخوریم. اون سبزی پخته و میوه خیلی دوست داشت. من فکر میکنم اونو اینطوری گول زده باشن. گول زده باشن؟ منظورش رو بایندگانه. آدم روباها. صحیح. خیلی ازت متشکرم آنی، تو خیلی به ما کمک کردی.
اون چیزایی راجع به من میگفت؟ به هیچ وجه. فقط حرفهای خوشایندی به ما زد، درسته؟ ولی برای شخص باهوش و ذکاوتی مثل شما مادام ممکن بود خدای نخواسته گوش کردن به سوالات پرت و پلای کاراگاه‌های حرفه‌ای مثل ما کاملا خسته کننده باشه. که اینطور من فکر نمی کنم اختلاف سلیقه بین من و شما زیاد باشه آقای پوارو، با توجه به اینکه اطلاعات عمومی من در مدرسه همیشه خوب بوده. آفرین. و مطمئنم که شوهرتونم آدم روشنفکری هستن، بله؟ بله، اون در محاسبات تخصص داره. در واقع یک تاجر موفقه. با یک مؤسسه بزرگ شهر کار میکنه. شخص دیگه ای که در منزل شما زندگی میکنه کیه؟ منظورتون آقای سیمپسونه؟ ایشون مستاجر ماست. شغل ایشون چیه مادام؟ اونم تو کار تجارته، در بانک بلگراویا کار میکنه. مرد جوانیه، درسته؟ 28 سال بیشتر نداره، جوان خوبیه. ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میتونین اونو شوهرمو ملاقات کنین. پیشنهاد فوق‌العاده‌ای مادام. پس من و همکارم میریم یک ساعتی در فضای سبز این محل گشتی بزنیم. تا یک ساعت دیگه. تصادف عجیبیه که مستاجر اونا سیمپسون تو همون بانک کار میکنه که اون کارمند فراری کار میکنه. They must have known each other. Perhaps. Or possibly Davis. شاید اون فراری به دیدن سیمپسون رفته، از آشپز خواستگاری کرده، پولای بانکم به جهیزی اختصاص داده. بلند شو بریم استیو، چیزی به وقت ملاقات نمونده. من چیزایی درباره شما شنیدم، درسته؟ ممکنه این دور باشه مسیو تاد؟ بله. میدونید من رو مسائل جنایی حساسیت دارم. رسی؟ پس لابد شما نظریه هایی درباره گم شدن آشپزتون دارید. نظریه؟ نه، این با مسائل جنایی فرق داره. And economical. I'm very hot on economy. Admirable. حالا اگه ممکنه ما میل داریم چند کلمه ای با آقای سیمپسون صحبت کنیم، اگه اشکالی نداره. بازم پله هست. متشکرم مسیو. اتاقش در پاگرد بعدیه. آقای سیمپسون؟ یک لحظه صبر کنید. بله؟ آقای سیمپسون؟ من پوارو هستم. هرکول پوارو. بله؟ ممکنه کمی از وقت با ارزشتون رو به ما بدین؟ البته. بفرمایید. متشکرم. آقای سیمپسون، خانم تاد به من مأموریت دادن که الیزا دن رو پیدا کنم. آشپز رو میگم. اون کجاست؟ این چیزیه که ما نمیدونیم آقا. قطعا شما اونو میشناسین. من؟ بله، فکر میکنم باید دیده باشم. اینطور که من شنیدم از روز چهارشنبه دیگه کسی خانم دن رو ندیده. شما اون روز اونو دیدی؟ من فکر نمیکنم. مطمئن نیست. You were at work as usual on Wednesday? Yes. Well, thank you, Mr. Simpson. It was most kind of you to spare us the time. Tell me. ببینم آقای سیمپسون، یه مرد جوان این دور و برا در اوقات بیکاری چه سرگرمی میتونه داشته باشه؟ خب همون سرگرمی معمولی دیگه. منظورتون کنسرت و تئاترای آماتوری و از اینجور چیزاست؟ بله، فکر میکنم اینطور باشه. شما که علاقه به این برنامه ها نداری؟
مچندم. متشکرم. I think that husband's got something to do with it. To do with the missing cook? There's something about him I don't trust. Merely because a man does not offer you a drink, Hastings, does not mean that he is necessarily guilty of other crimes. There doesn't seem to be any crime at all. تا اونجایی که من فهمیدم اصلا جنایتی در کار نیست. نه، این یک ماجرای بسیار عجیبه، پر از ضد و نقیض هستینز، ولی برای من جالبه. بله، واقعا برای من جالبه. چطور اون خانم چطور جرأت میکنه؟ چی شده؟ بهشون لطف کردم، در واقع لطف بزرگی کردم که حاضر شدم درباره این ماجرای بی ارزش تحقیقات کنم. چی شده دوست؟ بخونش. آقای تاد متاسف است که خانم ایشان نمیخواهد از کمک‌های آقای پوآرو استفاده کند. بله. بعد از مشورت کردن با من او متوجه شده است که استفاده کردن از یک کارگاه برای یک مسئله کاملا خانگی احمقانه است. مبلغ 1 گینی بابت حق مشاوره ضمیمه این نامه شده این است. باور کردنیه؟ اونا فکر میکنن اینطوری از دست هرکول پوآرو خلاص میشنن؟ نه 36 بار نه. اونا 1 گینی برای من فرستادن ها؟ نه. اگه لازم بشه از خودم خرج میکنم. برای هزاران گینی حاضرم خرج کنم تا اسرار این ماجرا رو کشف کنم. اگر خانم الیزا دان با این آدرس تماس برقرار کنند، اطلاعاتی را که به نفع خودشان است به دست خواهند آورد. درست. موافقی؟ بله. خوبه. به طور کامل نوشتید خانم لمون؟ بله آقای پوآرو. این آگهی رو بدید به تمام روزنامه ها. من فکر نمی کنم اون روزنامه تایمز رو درسته خانم خونه. Will not, but perhaps our new employers will. Now run along, Miss Lemon. Feet. And you, Hastings, do not you run away with such celerity. I have work for you too. Oh, as a matter of fact, I was thinking of popping down to Sandown this afternoon. No. You do not pop. Well, there's a horse running a pal of mine owns a leg of. When he owns 4 legs, I pop with you. But now it's time for work, yes? میخوام تو به تمام آژانس‌هایی که برای خدمتکارا کار پیدا میکنن تلفن بزنی و بپرسی اونا برای خانم الیزا دان کار پیدا کردن یا نه. همین کافیه. و اما خودم من به مرکز شهر لندن میرم. آقای سیمپسون مثل تمام 4 شنبه ها اومده بودن سر کار؟ بله، آقای سیمپسون آدم وقتشناس مرتبیه، اما متاسفانه پنجشنبه به دلیل سرماخوردگی غایب بود. خیلی لطف کردید آقای کامرون. متشکرم. خوشحالم که تونستم کمک کنم. این ماجرای فرار کردن دیویس واقعا ناخوشایند بود. شما اون خبر رو خوندین، درسته؟ بله، اغلب روزنامه ها نوشته بودن. روزنامه ها دوست دارن خبرهای جنجال برانگیز راجع به بانک ها منتشر کنن. طبیعت بشر اینه آقای کامرون، ولی برای ما مردم عادی آرامش بخشه که بدونیم بانک هم دچار درد سر میشن. بازم تشکر میکنم مسیو. متشکرم. من سربازرس جب هستم. آیا میتونم چند سوال از شما بکنم؟ آقای سیمپسون، شما و دیویس با هم دوست بودین، درسته؟ بله، همینطوره. من نمیتونم باور کنم. حتما اشتباهی رخ داده. اگه بگم تا به حال چند دفعه من این حرف رو شنیدم باور نمی کنید. آقای سیمپسون، اگر شرایط خاصی ایجاب کنه که آقای دیویس خودش رو مخفی بکنه، به نظر شما کجا میره؟ من واقعا اینو نمیدونم. اون از براد استیلز خوشش میومد. من فکر میکردم اون یه جایی پرتر از براد استیلز بره، یعنی مثلا خارج از کشور. نه، من فکر نمی کنم اون به خارج از کشور رفته باشه.
شما روز چهارشنبه طبق معمول سر کارتون بودین آقای سیمپسون؟ فکر میکنم منظور شما پنجشنبه باشه. نه، پنجشنبه من سر کار نبود. نه آقای سیمپسون، با وجود اینکه روز پنجشنبه فهمیدن که اوراق قرضه مفقود شده، ما عقیده داریم که اونها روز چهارشنبه از بانک بیرون برده شد. چهارشنبه من تمام روز اینجا. چی شد؟ اون مرد خب اون چی؟ اون دیروز اومده بود به محل اقامت من. آمده بود پیش شما؟ بله. سربازرس عزیزم جب. دنبال جایزه هستی پوارو؟ نه من برای یه کار متفاوتی استخدام شدم. خب اون کار متفاوت چیه؟ نه ببین سربازرس، مسائل خصوصی موکلین رو نباید به کسی گفت. بذار اینطوری بگم، کاری که الان من دارم انجام میدم دارای اهمیت اجتماعی و ملیه. از شنیدنش خوشحالم پوارو. یه نفر سعی میکرد به من بگه که تو مشغول کارهای مربوط به خدمتکاران گم شده هستی. من گفتم نه پوارو این کار رو نمیکنه. هر چقدرم که بیکار مونده باشه خودشو کوچک نمیکنه. از الهی زدن خبری نشد؟ نه آقای پوارو. یه نامه دیگه از دوشس رکسام اومده. نه اون خیلی ناراحته. نه پناه بر خدا. آقای پوارو. بله خانم لیمون، بله. یه نامه آقا از الیزدن. دیدی؟ بهت نگفته بودم هستینگز؟ تو سعی میکنی وقت پوارو رو با دوشس ها تلف کنی. خب من تو فکر باید یاد بگیری که حوصله داشته باشی. بخونیدش خانم. آقای خانم عزیز، در رابطه با آگهی شما در روزنامه ها باید اطلاع دهم که ارث خود را گرفتم. احتمالاً سوء تفاهمی شده. ارادتمند الیزدن. مقصودش از اس چیه؟ ما باید با این خانم صحبت کنیم. ببینم به آدرس امدل کسویک. اسم اونجا کسویک آقای پوارو، در کنار دریاچه. ترن به اون ناحیه میره؟ بله. بیا بریم هستینگز، ما باید به ترن برسیم. Look at it, Hastings. No. نه یک ساختمان دیده میشه، نه یک رستوران، نه یک تئاتر، نه یک گالری هنری. سرزمین مزخرفیه. فکر میکردم به روستاها علاقه. ولی اینجا که منطقه روستایی نیست. روستاها پر از درخته و گل و خانه های روستایی. اینجا بیابانه. به هر صورت من نمیدونم ما چرا اومدیم اینجا. تو که آشپز رو پیدا کردی. آشپز فقط شروع ماجراست هستینگز. کارای مهمتری در پیش داری. نگاه کن پوارو، منظره رو تماشا کن. این مناظر قشنگ هستن هستینگز، ولی باید اونا رو برای ما نقاشی کنن
تا ما بتونیم سر فرصت تو خونه گرم خودمون تماشاشون کنیم. برای همین ما به نقاشا پول میدیم، برای اینکه به جای ما بیان اینجور جاها شرایط سخت و تحمل منظورت از شرایط سخت چیه؟ امروز روز خیلی خوبیه. ریه ها تو از این هوا پر کن. نه دوست ماجراجوی من، اینجور هوا برای پرنده ها و سایر حیوانات خوبه، شایدم برای بیماران. هرکول پوارو احتیاج به یک نوع هوای غلیظ‌تر داره، هوای خوب داخل شهر. این آدرس همینجاست. حالا آمدیم و الایزا دانو پیدا کردیم. خب اون توی همچین جایی چیکار میکنه؟ ما اومدیم اینجا که همین رو بفهمیم. منظره بسیار جالبی. برای من این زیبایی فاقد ارزش. بله. خانم الایزا دان؟ بله. قبلا در استخدام خانم تاد در خانه شماره 88 در خیابان پرنس آلبرت بودین؟ درسته. I am Hercule Poirot, Miss Dunn. You were kind enough to answer my newspaper advertisement. Oh, yes. Well, like I said in my letter, sir, I've already got my legacy. Miss Dunn, may we be permitted to come into the house for a moment? I'm sure your employer will not object. No, she won't mind. Come in. Thank you. Come in. The reason I laughed, sir, I'm sorry, is I don't have no employer, see? This is my house. Oh, Miss Dunn, forgive me. That's all right, sir. You wasn't to know. This is part of my legacy, see? Oh, sit down, do. Thank you. خب خانم، شما درباره ارسیه صحبت کردید، ولی آقای هستینگز و من دربارش چیزی نمیدونستیم. پس اون آگهی برای چی؟ خانم تاد که شما قبلا در استخدامش بودید برای شما خیلی نگران شد. Didn't she get my letter? No, she got no letter. She got no word of any kind. Oh, dear, sir. I gave the letter to Mr. Crotchet. I said most... شده بود. مگه نامه من به دستش نرسید؟ نه، هیچ نامی به دستش نرسیده و هیچ خبری هم از شما نداره. ممکنه خواهش کنم کل ماجرا رو برای هستینگز به من تعریف کنی؟ Well, Wednesdays is my day out. اشکالی نداره آقای پارو، براتون تعریف میکنم. ماجرا از این قرار بود روز چهارشنبه گذشته من رفته بودم به اوکستون دوستم رو ببینم. وقتی برمیگشتم برم خونه یه آقای اومد جلوم و گفت رفته بوده خونه شماره 88 که منو ببینه. گفت یه دوست قدیمی مادر بزرگ من در استرالیا بوده و در وصیت‌نامه خودش مقداری پول و یک خونه رو به من بخشیده. من اول حرفشو باور نکردم، ولی اون این نامه رو به من نشون داد. اول همه چیز برای من تعجب آور و غیر منتظره بود. این دوتا وکیل دعوی، هرتز و کروچت، که آدرسشون شماره 127 در خیابان ملبورنه، کی هستن؟ خب یکی از اونها الان پیش شما از خانم دان. بنجامین کروچت، وکیل دعوی. امیدوارم که تردید سوء ظن شما برطرف شده باشه خانم. اوه بله آقا، از این بابت معذرت میخوام. خب خانم، حالا بریم سر اصل مطلب. باید بهتون اطلاع بدم که اون خونه در کسویک واقع شده. پس اون یه کمی بالاتر از نه اکتونه. خانم دان، در شمال انگلستان واقع شده، نزدیک کارلایل. خدای مهربان. ولی قبل از اینکه ما به مشکل دور بودن محل توجه کنیم، باید شرطی رو که در وصیت‌نامه قید شده مورد نظر اون شرط قرار بدیم. چیه آقا؟ خب خدا رو شکر که اون شرط شامل حال شما نمیشه و این باعث خوشحالی خانم. این ارث به شرطی به شما میرسه که در استخدام کسی نباشه. چی شد خانم دان؟ من یه آشپزم آقا. رفتین شماره 88 بهتون نگفتن؟ من اینو نمیدونستم خانم دان عزیز. این واقعا یک بدشانسیه.
پس به این ترتیب اون پولا به من نمیرسه. منظورم ارسی است. خونه چی میشه؟ با این که دوره باید جای خوبی باشه. ولی فکر میکنم یه راه حلی پیدا کردم. ما با کلا اغلب راه حل مشکل رو پیدا میکنیم. به این ترتیب که شما خانم دان قبل از ملاقات با من کارتون رو ترک کردید. ولی من الان که پیش شما هستم کارم رو ترک نکردم. ترک نکردید؟ نه. ترک نکردید خانم دان؟ نه. فهمیدم. بله. شما امروز صبح قبل از ملاقات با من کارتون رو ترک کردید، اینطور نیست؟ درسته. حالا یادم اومد. من کارم رو امروز صبح ترک کردم. این شد. خب حالا مهم اینه که شما اون خونه رو قبل از فردا در اختیار بگیرید و به این منظور باید با ترن امشب از ایستگاه کینگز کراس حرکت کنید. Go along, Miss Dunn. I can adventure £10 or so for the fare, and you can write a note to your employer at the station, which I shall personally deliver for you. Candace Lane. And was everything as Mr. Crotchet had said? Oh, yes, and more, sir. خب لوازم شخصی شما چی شد؟ چیزایی که در خانه شماره 88 خیابان پرنس آلبرت آقای داشتید؟ کروجت گفتم من کاری نداشته باشم، خودشون ترتیبشو میدن. اونا تو کارتون بسته بندیش. I don't know. I suppose Mrs. Todd was angry with me and grudged me my bit of luck and wouldn't let him have my box. But Annie said that... داده بود. آنی گفت تو چه بدون؟ بعدن ولی شما میگین نامه من به دست خانم تاد نرسیده. Well, I can't say as I blame her. I see. Thank you, mademoiselle. Oh, There had been, as you say, a little... اینطور که معلومه در مورد اساسی اشکالی پیش اومده. اگه اجازه بدین این مسئله رو با خانم تاد حل میکنم. متشکرم ماما. خب بریم هستینگز. ما باید هرچه زودتر برگردیم به لندن. هرچه زودتر بریم بهتره. نمیتونید با سرباز رجب تماس بگیرین؟ خب تلفن بزنید به منزلش. بله کار خیلی خیلی مهمیه. بهش بگید نباید در جستجوی دیویس باشه. اون باید سیمپسون رو گیر بیاره. دیویس نه سیمپسون. قطار رفت. عجله کن. متشکرم. متشکرم. چرا جب باید سیمپسون رو دستگیر کنه؟ مگه سیمپسون چه کار خلافی کرده؟ هستینگز دوست من، امروز قسمت خاکستری مغزت کار نمیکنه. سلول های اون قسمت رفتن مرخصی. آره در رابطه با الایزا دان باید دستگیر بشه؟ نه. ما دیگه از محیط کوچک کلفم و مسائل آشپزی خارج شدیم. هستینگز پس مربوط میشه به طرفی که اهل استرالیاست؟ شخص استرالیایی وجود نداره. ولی الایزا دان درباره‌اش صحبت کرد. یادت هست ما با سیمپسون مصاحبه کردیم؟ با سیمپسون مصاحبه؟ نه. تو اتاق کوچیکش تو خونه یه ناحیه کلفم. اون مستاجره رو میگی؟ یادت هست ازش پرسیدم به تئاترهای آماتوری علاقه داره یا نه؟ بله درسته یادمه. فکر میکنی چرا من این سوال ازش کردم؟ چرا؟ شاید خواستی صحبتی کرده باشی. سوال کردم برای اینکه متوجه شدم اون در زمان گذشته نه چندان دوری از ریش مصنوعی استفاده کرده و چسب مخصوص هنوز اینجا. شما چی بهش میگین؟ خط ریش. در خط ریش اون دیده میشه. حالا فهمیدی؟
بله درسته. با مرد استرالیایی سیمسون بوده با ریش مصنوعی. شما کی هستین؟ من هرکول پوارو هستم. شما کی هستید؟ سرگروهان یا آقای فرانسوی اومده دم در. نه 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 نه، من یک آقای فرانسوی نیستم، من یک آقای بلژیکی هستم. خب نکنه آقای پوارو باشه؟ خودشه. خانم صاحبخانه هستم. سربازرس اینجا هستن. آقای پوارو، خانم تات صبح بخیر. خودتون اجازه دادین که باز بیاین اینجا آقای پوارو؟ خانم تات پرواز شما داده شده آقای پوارو، زیادی هم داده شده. خب درسته. حالا ببینین اینجا چه خبره، تمام خونه پر شده از افراد بلوغ. ما امروز صبح در کلافم محبوبیت زیادی ندارید آقای پوارو. جستجو در اینجا کار بیخودیه. تا اونجایی که ما تحقیق کردیم این آقای سیمسون شما یک کارمند جوان و بسیار محترم بانکه که فعلا برای دیدن بستگانش رفته مسافرت. ما به پلیس منطقه حتی گفتیم در این باره تحقیق بکنه. من فقط میخواستم سوال نه شاید شما علاقه داشته باشید. نه من علاقه ندارم. روز بخیر آقای پوارو. مرخصید. سلام آقا. من باید از شما یه سوالی بکنم، بهم جواب میدی؟ سعی میکنم آقا. جمعه گذشته کارکنان شرکت حمل و نقل اومدن که لوازم الایزا رو ببرن، درسته؟ لوازمش؟ بله. وقتی اونا اومدن تو اینجا بودی؟ بله آقا، من رفتم بالا اتاق الایزا رو بهشون نشون دادم. خب صندوقش خیلی سنگین بود آقا، 3 نفری اون از پله ها آوردن پایین. شما حالتون خوب آقا؟ البته. بگو ببینم آنی، تو گفتی لوازمش قبلا بسته بندی شده بود؟ بله آقا، هم تناب پیچ بود هم قفل شده بود، خیلی هم سنگین به نظر می رسید. تناب دورش هم قطور بود. صندوق روش برچسبی هم داشت؟ بله آقا داشت. روش چیزی هم نوشته شده بود؟ فقط یه اسم، خانم الایزا دان، تحویل در ایستگاه تویکنام. خیلی متشکرم آنی. Thank you. Au revoir, sir. پوارو، برای چی کروچت خواسته مرتکب چنین حقوق بازیایی بشه؟ این سوال خیلی خوبیه هستینز. اما الایزادان که خونش رو تحویل گرفت. وقتی بفهمه بابت کرایه اون خونه بیشتر از 6 ماه پول داده نشده تعجب میکنه. کروچت چی میخواسته؟ کروچت؟ مقصودم سیمسونه که وانمود میکرد شخص کروچته. اون چیزی رو میخواست که الایزا داشت. پول؟ ارسیه استرالیایی؟ اون یه صندوق فلزی کهنه میخواست. صندوق الایزا؟ مگه چی توش بوده؟ اون میتونست یه صندوق بخره. اون یه صندوق نو نمیخواست، فقط یه صندوق قدیمی کهنه میخواست. صندوقی که فکر کنم مال یک شخص اصل و نسب داره. ببینم پوارو، سیمسون صندوق قدیمی رو برای چی میخواسته؟ برای اینکه یک جسد بذاره توش. محموله‌ای بود به مقصد گلاسکو که اونجا باید تحویلش بگیرم. اینو از کجا میدونستید؟ شما که به لیست خودتون مراجعه نکردین. لیست من اینجا ضبط شده آقای محترم. مقصود در جسد چیه؟ کدوم جسد؟ ایشون با شما؟
جسد کی؟ منظورم اینه که جسدی توی این ماجرا وجود نداره. دوست من هستینز، همه چیزو برات توضیح میدم. میشه به کارمون ادامه بدیم؟ البته. من خودم اینجا بودم. امروز صبح دیدمش. یه مرد میونسان با ریش. کرومچت، شما با اون صحبت کردی؟ البته که صحبت کردم. اون اسمشو نگفت؟ نه. اون گفت خانم الایزادان خالشه و ازش خواسته که صندوقو بفرسته به گلاسکو. و شما اون صندوقو فرستادی؟ نه. جمعه ها راهن جنوب به من 2 برابر حقوق میده، بنابراین حاضر نیستم بی خودی سالنگاری کنم. فکر میکنم ایشون به تنه این حرفو میزنه. نه 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 هستینز، اون مرد خوبیه. کاری که اون داره انجام میده خیلی مسئولیت داره. متشکرم مسیو. اما یه چیزی رو میتونم بهتون بگم. خب اون چیه مسیو؟ شما دنبال اون مرد میگردی؟ البته که دنبال اون میگردی. من دارم با رئیس صحبت میکنم، نه کاربند جوز. مواظب حرف نه نه زدنت نه باش. نه هستینز. اون چیزی که میخواین به ما بگین چیه مسیو؟ بسیار بهتون میگم. من بهتون میگم اون کجاست. بعد ادامه بده. البته اونجایی که فکر میکنم هست بهتون میگم. در واقع مطمئن نه نیستی، خیر، ها؟ شرط میبندم همون جایی که من میگم. خب شما میگید اون کجاست؟ بولیوی اونجاست. بولیوی؟ یعنی در آمریکای جنوبیه. چی باعث شده که شما فکر کنید اون در بولیویه؟ خب در هر صورت مطمئنم که میره اونجا. البته اون بایستی برای تحویل گرفتن صندوق به گلاسکو میرفت و پول میداد. صحیح. اون یه دسته اسکناس از جیبش در آورد که چشم من خیره شد. بینش مقدار کمی پول انگلیسی بود که بابت فرستادن صندوق داد. من با دقت به دستش نگاه کردم. تشخیص دادم که بیشتر اسکناس‌ها پول کشور بولیویه. هستینز، این آقا یک نابغه است. از کجا میدونی پول بولیویه؟ برای اینکه روی تمام اونا نوشته شده بود بولیوی و من با چشمای خودم دیدم. اینهاش کشتی های این هفته. امروز کشتی به بولیوی نمیره. بولیوی کشوریه که به دریا راه نداره. پس تو این لیست نیست. با کشتی میرن بونس آیرس و از اونجا با ترن میرن بولیوی. کشتی ها چه اسمای خوبی دارن. ملکه آسمان میره به کاراکاس. متشکرم لیمون، فعلا بهتره به بونس آیرس توجه کنیم. اینهاش کشتی اس اسنوونیا از بندر ساوثهمپتون ساعت 1 بعد از نیمه شب. خب پس بریم دیگه. ما در جستجوی سیمسون هستیم یا اون صندوق؟ سیمسون البته. صندوق الان در گلاسکوه، ولی اول اسکاتلند یارد. و البته شما یک چیزهای مشکوکی در تمام فعالیت‌های سیمسون می‌بینید، درسته؟ بله، البته سرباز است. اون 6 ماه کرایه منزل رو پرداخته و 150 پوند به خود خانم دان داده. البته اینقدر زیاد نیست که موفقیت نقشه هاشو تضمین کنه. خب نقشه اون چی هست؟ مقصودم اینه که ما خیلی دربارش شنیدیم و برامون سرگرم کننده بود. ما داریم وقت تلف میکنیم آقای سرباز راست. ادامه بده. نقشه اون البته دزدیدن 90,000 پوند اوراق بهادار قابل معامله است از بانک بلگراویا و ماوراء دریاها. نه، این کار دیویس. اون صندوق اینجاست. سرباز راست جب صحبت میکنه. بله گروبان. خب از گلاسکوه صندوق رو پیدا کردن. خب منظور چیه؟ صندوق رو باز کردن؟ گروبان هنری صندوق رو باز کردین؟
بله میفهمم. اونا احتیاج به اجازه رسمی دارن. یه جسد داخل اون صندوق. یک جسد؟ یه جسد. گوش کن قربان، احتمال داره توی اون صندوق یک جسد وجود داشته باشه. بله یک جسد. تو متوجه شدی؟ بسیار خوب، متشکرم. گروهبان میگه وجود یک جسد ممکنه باعث تسریع در اقدامات بعدی بشه. حالا بگو جسد از کجا آمده و جسد کیه؟ باید جسد دیویس باشه. این حرف بی معنیه پوارو. دیویس اوراق بهادار رو از بانک دزدیده و خودش روز بعد ناپدید شده. عجب. دقیقا همینطوره. فکر میکنید سیمپسون میخواست شما چی حدس بزنید؟ گوش کنید آقای سرباز راست. روز چهارشنبه سیمپسون قیافشو عوض میکنه و آشپزو فریب میده. اون موقع اوراق بهادر رو از بانک دزدیده بوده، ولی مطمئن بوده که تا بعد از ظهر پنجشنبه کسی از این سرقت باخبر نمیشه. اون صبح روز پنجشنبه نمیره بانک، در عوض منتظر دیویس میشه و وقتی اون برای خوردن نهار از بانک میاد بیرون، سیمپسون ازش میخواد که باهاش بره به منزلش. چهارشنبه روز مرخصی آشپزه و خانم تادم رفته برای خرید. هیچ کس تو خونه نبوده. سیمپسون دیویسو میکشه. گرفتاری بزرگ برای قاتل سربنیز کردن جسده و به همین دلیل اون به صندوق خانم الایزا دان احتیاج داشته. خب اگر من اشتباه نکرده باشم ما همینجا میتونیم قاتل رو دستگیر کنیم. آیا من اشتباهی کردم سرباز را؟ نه پوارو، همیشه که نمیشه حق با تو باشه. با اطلاع ثانوی کشتی اس نوونیا سفر دریایی نخواهد داشت. آموندیو، من اشتباه کردم. سرکار، امشب کشتی ملکه آسمان ها از کدوم اسکله حرکت از اسکله شماره 5 اونجا. پوارو، ما داریم کجا میریم؟ کشتی ملکه آسمان میره به کاراکاس. امشب میره. من تو روزنامه تایم خوندم. ولی کاراکاس در بولیویه. چیزی که مأمور انبار روی اسکناس خونده بود بولیوی نبوده. پس چی بوده؟ بولیوار بوده و بولیوار واحد پول کشور ونزوئلاست. دوست ما داره میره به ونزوئلا. سیمپسون! اون مردو بگیرید! نه خانم لیمون، به طرف چپ. حداقل 1 سانتیمتر به طرف چپ. اینطوری بهتره. والا چیزی نیست که هرکول پوارو نتونه حدس بزنه. خب به هرکول پوارو مبلغ 1 گینی بپردازید. ارنست تاد. این برای من یک وسیله یادآوریه. مسائل جزئی رو نباید بی اهمیت تصور کرد و سرسری گرفت.